امشب هفتمین شب حضور من توی این جنگل سرد و برفیه و دما قراره که به منفی 11 درجه برسه و من میخوام امشب رو توی این ایگلو و غار برفی که خودم ساختم سپری کنم. با من همراه باش تا ببینیم این داستان به کجا میرسه. سلام و صبح بخیر از هفتمین روز من در این جنگل. در شروع روز هفتم برای آوردن غذاهای این روز سری به دپوی غذاها که در بالای درختی که داستانش رو توی قسمت قبلی دیدید زدم. خب بچه‌ها دارم میرم غذاها رو بیارم. فکر کنم مریض شدم، هم که گلوم درد میکنه هم احساس سنگینی توی سینه‌ام دارم دوباره. حالا خیلی جالب نیست. یه غذایی بخورم، دستان یخ کرد، سرده. برفم بیاد. ببینیم چی میشه. از حرکات آهستم و ریتم کندی که بدنم داشت کاملا مشخصه که چقدر خسته بودم. البته اینو الان که دارم ویدیو رو ادیت میزنم میفهمم. القصه گره تناور رو باز کردم و مقداری غذا برداشتم و دوباره عمل بالا بردن غذاها رو انجام دادم تا به محل کمپم برگردم و بتونم صبحونه بخورم. قبل از اینکه بخوام صبحونه بخورم اومدم و سری به ایگلو زدم و تمام نقاط اونو بررسی کردم و وقتی دیدم همه چی برای یه اقامت شبانه اوکیه رفتم تا خودم و یه صبحونه گرم مهمون کنم. از اونجایی که یه صبحونه گرم نیاز به یه آتیش گرمم داشت دست به کیت آتیشم بردم تا آتیشو به روش همیشگی خودم روشن کنم. این صبحونه دیگه جای خوردن با دست نداشت و منی هم که اصلاً حوصله چوب تراشی نداشتم و انگار تمام انرژیمو برای ساخت ایگلو به کار برده بودم. این ایده به ذهنم اومد که با یکی از بطری‌های اضافی که داشتم یه قاشق درست کنم و خب هنر اصلی هم همینه دیگه، این که از هیچی بتونی یه چیزی خلق کنی. بعد از اینکه الگوی یه قاشق از توی بطری در آوردم و به یه شکل نهایی رسوندمش، با فندک دور و برش رو کمی داغ کردم تا لبه یه چیزی نداشته باشه و بشه به راحتی استفادهش کرد. Mamma mia, mamacita. خوب آقا، بد نیست قاشقه، خداییش از هیچی بهتره. کارو در آورد. اصلا حوصله درست کردن قاشق چوبی نداشتم. خدا بشین اینجا تبر بزن چاقو چه کاری. هنر اصلی هم همینه، با کمترینا کارتو بکنی دیگه. یکم ذوبیه‌اش فقط بده.
بعد از خوردن صبحونه و استفاده از قاشق برای اولین بار توی هفته اخیر خوشحال و خندان به سمت رودخونه رفتم تا کمی آب برای ادامه روز بیارم. به وسطای راه با رد پای چند تا حیوان که اونا هم شب برای آب خوردن اومده بودن کنار رودخونه مواجه شدم. در طول این سفر با رد پای مرال و گراز و البته پلنگ روبرو شدم و صدای مرال رو واضحاً شنیدم که این نشون از بکر بودن این جنگل زیبا داشت. آقا من همین الان دیدم که این دوست عزیزمون سوراخ شده از اینجا. 2 تا سوراخ عجیب غریب. اینو باید سریع ببرمش کمپ سایت ببینم با داکت تیپ میتونم بچسبونمش. این ورش که کلا ترکیده، این سوراخ اینجا و اینجا ولی خب بازم مثلا یه 10 لیتر آب به ما میده بدبخت. ولی خب بذار تا جایی که میشه پرش کنم، بعد میبرم اونجا ببینم با داکت تیپ میتونم به کاریش بکنم یا نه. بعد از ماجراهایی که با دوش سفری بینوا داشتم، چشمم به دونه برفای افتاد که نوید از یک روز برفی دیگه میدادن. فصل مشترک تمام روزهای این سفر برف بود و برف بود و برف. با شروع برف و از اون جایی که دیگه نون نداشتم، با مقدار کمی آردی که با خودم آورده بودم شروع به درست کردن خمیر برای پختن نون کردم. بعد از درست کردن چند تای نون با دمنوشی گرم به استقبال خونه برفی اومدم و زیر بارش برف شروع به نوشیدن اون کردم تا کم کم برم و آماده کوچ کردن به ایگلو بشم.
اول از همه نیاز بود تا داخل خونه برفی زیرانداز پهن بشه تا حداقل بتونم در حد خیلی کمی هم که شده سرمایه کف رو کنترل کنم و بعد از اون یکی یکی همه وسیله های لازم رو آوردم و آماده شروع یه شب هیجان انگیز شدم. یه نکته جالب رو بگم بچه ها، با اینکه درش بازه هنوز میخوام برای درش پتو نجات بذارم، ولی به طرز عجیبی از بیرون گرمتر این تو، به طرز عجیبی ها. هوا خیلی سرده، خیلی سرده امروز، تا منفی 11 شب قراره برسه. دمای احساسیشو شما ببرین 15 با این بادیگه میاد، ولی خوبه، کاملا قابل تحمل تو. البته از نظر من که دیگه سیستم تحملی فرق می‌کنه، ولی میخواستم بگم که این یه تستی هم بود برای خودم دیگه. قابل تحمل بودنش یعنی تفاوت دمایی داخل ایگلو تا بیرونش خیلی خیلی زیاده واقعا و قشنگ قابل لمس این داستان. حالا امشب یه پلنی دارم، این تو رو میخوام بکنم کوره بعد بگیرم بخوابم. برای نهار روز هفتم برنج و کنسرو قیمه در نظر داشتم. وقتی آب جوش اومد برنجا رو بهش اضافه کردم و تا موقعی که دم میکشید چند تای چوب کوچیک رو به عنوان میخ آماده کردم تا بتونم پتوی نجات رو به قسمت در اضافه کنم و جلوی ورود هوای سرد رو بگیرم. خب طبق معمول گند زدم، نمیدونم دستم خورد به چی که سپایی افتاد روی اینم افتاد اینجا، نصف برنج چپه شد، ولی خب هنوز نصف دیگهش مونده. این پرسپکتیو خوبیه، این خودش خبر خوبی. حالا هستیم اینجا تا نصف دیگه اوکی بشه دیگه. خب بریم برای مکس برای خوردن غذا. اینم چه غذایی، نه هر غذایی نیست در جهان. بفرمایید.
برای اینکه بتونم فضای ایگلو رو گرم کنم از شمع استفاده کردم و این وارمرا رو روشن کردم تا فضا رو گرمتر کنم. این نکته رو یادتون باشه که هر ماده سوختنی از اکسیژن استفاده میکنه و به جاش مونوکسید تولید میکنه. پس اگه قراره توی یه محیط بسته منبع سوختنی روشن بکنید، حتما باید راهی برای ورود و خروج هوا استفاده کنید، وگرنه منجر به خفگی و حتی مرگ میشه. پس لطفاً توی چادر هرگز از پیکنیک یا گازهای سرشعله یا هر چیز دیگه استفاده نکنید. حتی من برای ایگلو هم دریچه کوچیکی درست کردم تا یه وقتی مشکلی پیش نیاد. آقا این از اون لحظه هاییه که واقعا کم گیر میاد تو زندگی و سعی میکنم قدرشو بدونم. واقعا اینجا رو ببین روشن و چه فضایی شد، واقعا عالیه. چه لحظاتی بود واقعا. در نابترین تجربه زندگیم تا به امروز تنها در میان برف و سرما اینجا و توی خونه برفی که خودم ساخته بودم دمنوشی گرم داشتم و کتاب میخوندم. همیشه به این باور داشتم که مادر طبیعت منو برای لمس این تجربیات انتخاب میکنه و چقدر خوشحالم که زندگیم سرشار از اتفاقات و داستانهای مختلفه و البته چقدر مفتخرم که قسمتی از اون رو برای شما دوستان و رفقای عزیزم بیان میکنم. خب بچه ها، ساعت حدود 8، واقعا هوا سرده. یعنی تو تمام این شبا من هیچ شبی انقدر سردم نشده بود و انقدر سرما رو احساس نکرده بودم. یعنی دست و پام که کلن حس ندارن. بیرون فکر کنید چه خبره، یا خدا فکر کنم پامو بزنم بیرون درجه یخ بزنم. خیلی سرده هوا، اصلا یه چیز وحشتناکی. بزنم نور بیشتر بیاد. واقعا هوای سردی. یه استرسی که از الان دارم اینه که تو کیسه خوابم برم همه قد سردم باشه، میمیرم تا صبح. واقعا خیلی سرده هوا. باید خدا پدر خودم رو بیامرزه ایگلوه رو ساختم، وگرنه که هیچی دیگه ترکیده بودم. امشب و فردا واقعا سردترین شبای این سفر میتونن باشن. فردا گویا از الان هم سردتره و خیلی عجیبه. خیلی شاید از الان برم تو کیسه خواب، چون که خیلی احساس سرما میکنم یه حد شدیدی واقعا. و بعد بتونم که امشب و هر جور شده صبح کنم. هنوزم تایم خیلی زیادی مونده دیگه و نمیدونم واقعا چی بگم. همینجوری هم داره برف میاد. یک کم کلمو آوردم بیرون، بله برفیه که همینجوری داره میاد. نمیدونم چی بگم. بچه ها هوا خیلی سرده، خیلی زیاد. من یکم لرزم هم گرفته حقیقتا و بچه های تیم پشتیبان گفتم که حتما فردا صبح خبرمو بگیرن یا هر چند ساعت خبرمو بگیرن، چون که احتمال سرمازدگی هست. واقعا من دارم حس میکنم سرما رو تو وجود خودم. ربطی هم به این که حالا مثلا کنار آتیش بودم یا چه میدونم جای آتیش بودم و اینا نداره واقعا، یا اینکه اومدم این تو، به خاطر اینکه این شمعایی که روشن کردم خودش قشنگ داره گرما اندازه اون آتیش تولید میکنه و فضای اینجا رو گرم میکنه، ولی هوا کلا سرده. یعنی به شکل عجیب غریبی سرده. چه مرگم شده، من اصلا اینجوری نبودم تا حالا. واه لعنت بهت. هوای سردیه و باید بتونم که خودم رو گرم نگه دارم. اینو میخوام در بیارم، کاپشن پره رو بپوشم. چه مرگم شده، خیلی سرده امشب.
بعد از حس سرمای عجیبی که انگار وارد بدنم شده بود لحظات عجیبی رو تجربه می کردم. لمس حالت سرمازدگی از نزدیک، گرچه تجربه‌ای گرانبها اما بسیار سخت بود. تجربه‌ای که وقتی تنها و به دور از هر گونه کمکی بودم حتی میتونست به شدت خطرناک و کشنده باشه. واقعا دوچار یه خستگی مفرطی شدم. الان 7 شبه که من دارم تو دماهای منفی میخوابم، دارم این همه کار بدنی میکنم و این خیلی سخته و ضعیفم کرده قشنگ. شاید خیلی از روزا من 2 وعده غذا بیشتر نمیخورم، مثلا 3 وعده ای نیستم و کالری به اندازه کافی نمیرسه. بدنم تحت فشار خیلی شدیدیه و همه اینا باعث شده که این اتفاق بیفته. دما الان راحت فکر میکنم روی -10 -11 هست و خیلی سرده. بینیم کاملا یخ زده. یه مقداری بهتر شدم، کاپشنینا پوشیدم ولی تو اصل موضوع خیلی توفیر نمیکنه. واقعا به خدا داشتم میلرزیدم، خودم باورم نمیشه. اونجوری داشتم قشنگ رو ویبره بودم، انگار آهنگ بندری گذاشتم اینجوری داشتم میرقصیدم. نمیدونم بچه‌ها، شاید گاهی اوقات لازمه که منم جا بزنم، منم برگردم. آخه ربات که من نیستم که بابا، آدمی زادم دیگه. شاید گاهی وقتا لازمه که منم متوقف بشم. اما اینو میخوام بگم که من ربات نیستم، من متین بوشگرفتم. خیلی هم پرروام، خیلی هم تخصم. ربات نیستم، متین بوشگرفتم. چون ربات‌ها ممکنه یه موقعی خراب بشن، متوقف بشن، جا بزنم، ولی من اصلا جا نمیزنم. خیلی هم پرروام. امشب همینجا میخوابم، تو همین سرما میخوابم. ان شاءالله هیچ چی هم نمیشه. همینقدر پررو. ضعف بدنی چیه بابا؟ بگی بخواب، پررو بازی داره. خب بچه‌ها، این سیما که ببینید نمال پاور بانک ها بکردم این تو یخ نزنه. الان که بحث هیپوترمی باز شد، بذارید یه 2 نکترم بگم. کلن ما یه چیزی داریم به نام بادی کور تمپرچر که این خیلی ساده بخوام بگم این دمای ارگان های داخلی بدنه. خیلی سادهش و روی تقریبا 37 درجه 36 درجه است. حالا بسته به سن و جنسیت و اینا میتونه که کاملا قابل تغییر باشه و تغییر کنه، بالا پایین بشه این بادی کور تمپرچره. حالا وقتی این بیاد از 35 بیاد پایین تر، شخص دچار هیپوترمی شده یا دچار سرمازدگی میشه. بعد یه سری علائم داره دیگه. اولیش مثلا یکی از شایع تریناش همین لرزیدنه. این سردمون میشه میلرزیم. اصلا چه زمانی رخ میده؟ زمانی که خیلی ساده تر بخوام بگم اینه که دمایی که بدن داره از دست میده از دمایی که به دست یعنی داره تولید میکنه خیلی بیشتر میشه و این باعث میشه که اون بادی کور تمپرچر هی بیاد پایین‌تر. داشتم میگفتم اولین نشونه ها، یکی از اولین نشونه ها اینه که شروع میکنه به لرزیدن. یعنی بدن داره این هشدار رو میده که آقا اوضاع خوب نیست، سردته، یا مثلا دارید دچار سرمازدگی میشی. میاد سریعا این واکنش رو نشون میده و این یکی از واکنش‌هایی هستش که خیلی شایعه وقتی این هیپوترمی الان میتونن بیشتر و بیشتر بشن دیگه توی هیپوترمی. مثلا ضربان قلب خیلی میاد پایین، بعد عدم تعادل یکی از چیزاش شایع‌تر هست. مثلا تنفس خیلی ریتمش آهسته تر میشه، ضربان قلب ریتمش آهسته تر میشه. جالب بود این مقاله‌اش من خیلی وقت پیش خونده بودم. پرتی حواس و گیج بودن و انگار که این حافظه دوچار یه سری داستانا میشه. اینم از علائم همین سرمازدگی است. در کل مواظب خودتون باشید. خیلی زیاد هر جا که میرید سعی کنید که از خودتون محافظت کنید. واقعا هیچی مهمتر از خودتون نیست. در درجه اول، دوم، سوم، هزارم خودتون از همه چی مهمترید. سالم برگشتنتون، زنده برگشتنتون از همه چی مهمتره. من اگه خودم میام آزمایش میکنم بازم حواسم در سریسی هم بالاست، تنها هم به خودم، ولی بازم حواسم به خودم هست. این پیامو همیشه میخوام به همه بدم که حواستون به خودتون باشه. خلاصه من برم تو کیسه خواب، یکم بهتر شدم، یکم حالم اوکی تر شد. الان میخوام برم تو کیسه خواب که بهتر و اوکی تر ان شاءالله بشم و از این یخ زدگی حالا کم سرمایه بیام بیرون.
چی کار دارم میکنم؟ ناموسن چی کار دارم میکنم؟ کجام من اصلا دارم چی کار میکنم؟ قفل شدم یه لحظه، خندم میگیره تو این شرایط. چرایی خدای پروردگار تو یه ایگلو از سطح جنگل تو برف و سرما. این تجربه ها به قرآن میلیاردیه.